سلام بچه ها، امروز آمدم بهتون بگم که چطوری یه تیشرت روبلوکس بسازیم. اول از همه وارد پینترست میشیم، بعد میریم توی صفحه‌ای که سرچ میکنیم، بعد می‌نویسیم روبلوکس تیشرت، یا اگه بعدش یه چیزی مد نظرتون بنویسیم، مثلا گرین، بلو، من، وایت، هر چی دلتون خواست. ولی من عادیشو می‌نویسم. بچه یکم نت ضعیفه، حالا کیوت یا این میذاریم. حالا بچه ها نگاه کنید، مثلا من اینو انتخاب میکنم، دومی رو میزنم تا کامل بشه. وارد روبلوکس میشیم و میریم اینجا. وقتی که وارد شدیم میریم توی این بعدش میریم اینجا، این دومی هست، میریم اینجا. حالا میریم توی آواتار آیتم، بعد میریم توی کلاسیک، بعد اینو میزنیم اپلود و این. حالا مثلا هر اسمی میخواد، مثلا من مینویسم آبی. اپلود داره آپلود میشه. حالا آپلود شد. حالا در میاییم از صفحه، میریم توی آواتار، میریم توی کاستومیز اینجا و میریم توی سومی کلوزینگ. وقتی که رفتیم میریم توی کلاسیک تیشرت و این بلوز رفتیم. فعلا یکم ضعیفه ولی خوب شد. همین، خداحافظ بچه ها. سلام بچه ها، امروز آمدم بهتون بگم که چطوری یه تیشرت روبلوکس بسازیم. اول از همه وارد پینترست میشیم، بعد میریم توی صفحه‌ای که سرچ میکنیم، بعد می‌نویسیم روبلوکس تیشرت، یا اگه بعدش یه چیزی مد نظرتون بنویسیم، مثلا گرین، بلو، من، وایت، هر چی دلتون خواست. ولی من عادیشو می‌نویسم. بچه یکم نت ضعیفه، حالا کیوت یا این میذاریم. حالا بچه ها نگاه کنید، مثلا من اینو انتخاب میکنم، دومی رو میزنم تا کامل بشه. وارد روبلوکس میشیم و میریم اینجا. وقتی که وارد شدیم میریم توی این بعدش میریم اینجا، این دومی هست، میریم اینجا. حالا میریم توی آواتار آیتم، بعد میریم توی کلاسیک، بعد اینو میزنیم اپلود و این. حالا مثلا هر اسمی میخواد، مثلا من مینویسم آبی. اپلود داره آپلود میشه. حالا آپلود شد. حالا در میاییم از صفحه، میریم توی آواتار، میریم توی کاستومیز اینجا و میریم توی سومی کلوزینگ. وقتی که رفتیم میریم توی کلاسیک تیشرت و این بلوز رفتیم. فعلا نت یکم ضعیفه ولی خوب شد. همین، خداحافظ بچه ها. سلام بچه ها، امروز آمدم بهتون بگم که چطوری یه تیشرت روبلوکس بسازیم. اول از همه وارد پینترست میشیم، بعد میریم توی صفحه‌ای که سرچ میکنیم، بعد می‌نویسیم روبلوکس تیشرت، یا اگه بعدش یه چیزی مد نظرتون بنویسیم، مثلا گرین، بلو، من، وایت، هر چی دلتون خواست. ولی من عادیشو می‌نویسم. بچه یکم نت ضعیفه، حالا کیوت یا این میذاریم. حالا بچه ها نگاه کنید، مثلا من اینو انتخاب میکنم، دومی رو میزنم تا کامل بشه. وارد روبلوکس میشیم و میریم اینجا. وقتی که
واردش شدیم میریم توی این بعدش میریم اینجا. این دومی هست، میریم اینجا. حالا میریم توی آواتار آیتم. بعد میریم توی کلاسیک. بعد اینو میزنیم اپلود و این. حالا مثلا هر اسمی میخواد، مثلا من مینویسم آبی. اپلود داره آپلود میشه. حالا آپلود شد. حالا در میاییم از صفحه، میریم توی آواتار، میریم توی کاستومیز اینجا و میریم توی سوم کلوزینگ. وقتی که رفتیم میریم توی کلاسیک تیشرت و این بلوز رو رفتیم. فرنیت یکم ضعیفه ولی خوب شده. همین. خداحافظ بچه ها.